سلام ژل ابرو براشو برمیداریم، یه کوچولو ژل ابرو بهش میزنیم، بعد ابروهامون رو باهاش صاف میکنیم. ژل ابرویی هم که برمیدارید خیلی کم بردارید بچه. بعد به خاطر اینکه من تتوی خط چشم دارم با کالر کورکتر و نارنجی برمیدارم، یه کوچولو میزنم به انتهای خط چشمم، بعد کانسیلر تارتو میزنم، فیدش میکنم، یه کوچولو به زیر چشم میزنم، فید میکنم. الان اینجا با پنکیک خشکش کردم. یه سایه آجری خیلی ملایم، توناژ رنگی خیلی کم برمیدارم، انتهای گوشه چشمم میزنم، بعد همونو فید میکنم به سمت جلو. کوچولو فقط میخوایم یه حاله ای از این سایه باشه پشت پلکمون. حالا بعد با رنگ تیره ترش برمیدارم انتهای گوشه خارجی و گوشه داخلی چشممو میزنم. جان گوشه داخلی چشمه. بچه براشتون رو عوض کنیم، با یه براش کوچیک‌تر انجام بدید که خیلی به بالا پخش نشه. اینجا اومدم با یه رنگ تیره تر از رنگ آجری یه کوچولو انتهای خارجی چشممو کوچولو تیره کردم. بعد میام با رنگ دومم که همون آجری بود یک بار دیگه میزنم که مرزها رو از بین ببرم. تا جایی فید میکنید که دیگه خیلی سایتون کم رنگ نشه، فقط در حد اینکه مرزها از بین بره بچه ها. وسط چشمم یه کوچولو کانسیلر میزنم، بعد میام یه کوچولو شاین میزنم که جذاب تر بشه. سلیقه‌ایه، خیلی دوست دارم بزنم، خیلی هم دوست ندارم بزنم. بعد زیر چشممونم که خوش کرده بودیم با یه رنگ تیره گوشه خارجی چشمو میزنم، گوشه داخلیشم با رنگ آجری اوکیش میکنم. بچه رنگایی که برمیداری سلیقه‌ای، هر رنگ که خودتون دوست دارید. بچه قطره اینگلوت داریم، خط چشم داریم، یه کوچولو یه قطره اینگلوت به خط چشمتون بزنید که از اون خشکی در بیاد. بعد خط چشمو میکشم، یه کوچولو زیر ابرومو هایلایتر میزنم، یه کوچولو هم انتهای گوشه داخلی چشممو هایلایتر میزنم که گیراتر و قشنگتر باشه. البته اینم سلیقه‌ای، هر کی دوست داره میزنه، بعضی‌ها دوست ندارن نمیزنن. سابسکرایب یادتون نره. اینجا هم که فرموژه زدم، ریمل میزنم، هر برندی بود و تو خونه داشتید بزنید، برند خاصی نمیخوام. بچه سایه هایی هم که انتخاب میکنید سعی کنید سایه هایی انتخاب کنید که پیگمنت خوبی داشته باشن. اینم از انتهای کار. امیدوارم که از این سایه خوشتون اومده باشه. یه سایه ساده و در عین حال جذابه. امیدوارم که لذت برده باشید از این آموزش.